به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود شنوندگان عزیز رادیو مهر. سعیده عبدالله زاده هستم با برنامه قصه های مثنوی. فرزندان عزیزم، خوش آمدید به برنامه خودتان. بچه های عزیز، در زمانهای قدیم کار و دستگاه های دولتی مثل حالا مرتب نبود. بسیار اتفاق می افتاد که پادشاهان از احوال مردم بیخبر می ماندند و دیگران هم که کشور را اداره می کردند به مردم ظلم می کردند و رشوه می گرفتند و خبرهای دروغ می دادند. این بود که بعضی از پادشاهان که می‌خواستند بیشتر و بهتر از زندگی مردم با خبر باشند، شبانه لباس عوض می‌کردند و به صورت درویش، گدا یا کارگری شبکار با یکی از نزدیکان خود به شکل ناشناس در شهر گردش می‌کردند. نرخ‌های کالاها را می‌پرسیدند. اگر در خانه صدای گریه یا شیونی می شنیدند، از پیش آمد کار تحقیق می کردند. اگر در جایی هم مردم جمع شده بودند، داخل جمعیت می شدند. همینطور به مسجدها می رفتند، به مجالس عزا و شادی مردم سر می زدند تا خبرهای راست و درست را از خود مردم به دست بیاورند و هوشیارتر و بیدارتر به کارهای مردم برسند، در نظر مردم عزیزتر و محترمتر باشند. قصه امروز ما درباره سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی از شبگردی خیلی خوشش می آمد. یک شب سلطان محمود لباس کارگری پوشید و به تنهایی در شهر غزنین به گردش مشغول شد. زمستان بود و شهر خلوت و درها بسته. هیچ راهگذری نبود و در کوچه ها گاه و بیگاه سگی دیده می شد. پادشاه به فکر آن بود که به گوشه های شهر سرکشی کند و ببیند پاسبان ها بر سر کارشون هستند یا نه. سلطان محمود به یکی از میدان ها رسید و دید 4-5 نفر گوشه ایستادند و آهسته حرف می زنند. همین که خواست از کنار آنها بگذرد، پیشش را گرفتند و گفتند: صبر کن ببینم کی هستی و کجا می روی؟ محمود گفت: هیچی، آدمی هستم مثل شما و در کوچه راه می روم مثل شما. فرق من با شما این است که من به کار شما کاری ندارم، ولی شما از من بازپرسی می کنید. یکی از آن 5 نفر گفت: خیلی خوب، ما وقتی پرحرفی نداریم. در کیسه های چقدر پول داری؟ سلطان محمود خندید و گفت: اگر در کیسه هایم پول داشتم که می رفتم در گوشه راحت می خوابیدم. من فکر میکنم پول کجا هست، ولی شما به کار من چه کار دارید؟ گفت: عجب، معلوم می شود تو هم مثل ما هستی. حالا که این طور است، اگر کمی زرنگ باشی می توانی با ما همراهی کنی. می دانی ما بیکاریم و نان نداریم. امشب می خواهیم برویم دزدی. اما این کار خیلی مشکل است. باید از دیوار بالا روی، باید بی صدا بود،
باید آماده فرار بود. خطر دارد و گرفتاری. تو اهلش هستی؟ سلطان محمود که هرگز با این خیل آدم ها بر نخورده بود، خواست با آنها همراهی کند و از کارشان سر در بیاورد. این بود که جواب داد: نمیدونم، من این کار را نکردم، ولی اگر مرا همراه ببرید می آیم و کمکتان می کنم. اگر هم نمیبرید می روم از پس کارم. دزدها گفتند: نه، حالا که ما را شناختی نمیگذاریم بروی، برای اینکه ممکن است به پاسبانها خبر بدهی و ما را گرفتار کنی. ناچار دست و پایت را میبندیم و تو را کنج خرابه میاندازیم که هیچ کس صدایت را نفهمد. باید کار بلد باشی که به درد ما بخورد، وگرنه شریکی بی دست و پا لازم نداریم. محمود گفت: عجب گیری کردم. مثلا چی کار باید بلد باشم؟ شما از دیوار بالا می روید و مال کسی را می دزدید. خب من هم کمکتان می کنم. دزدها خندیدن و گفتند: هی، به این سادگی هم نیست. هنری داریم که برای این کار به درد می خورد. محمود پرسید: مثلا چی کار و هنری؟ یکی از دزدها گفت: ویژگی من در گوشهایم است. وقتی سگ صدا بکند می دانم که چی می گوید و صدای سگی که آمدن دزد را خبر می دهد با صدای سگی که از گرسنگی پارس می کند تشخیص می دهم. دومی گفت: هنری من در چشمهایم هست. هر جا که در تاریکی کسی را ببینم، روزی بعد او را در هر لباسی باشد می شناسم. و این هنر وقتی بخواهیم مالی دزدی را بفروشیم به کار می آید که مبادا گرفتار نشویم. سومی گفت: قدرت من در بازوی من است. من دیوارها را سوراخ می کنم و درها را از پاشنه در می آورم، طوری صدای از آن بلند نشود. چهارمی گفت: هنری من در بینی من است. من خاک را بو می کنم و می فهمم خاک کجاست. بوی دکان زرگر را از بوی دکان پالاندوزی تشخیص می دهم. پنجمی گفت: هنری من در پنجه های من است. وقتی بنا باشد که کمندی بر بالای دیوار بیاندازیم و از آن بالا برویم، می اندازم که خوب و محکم بایستد که بتوان از آن بالا رفت. خب، اگر تو را همراه ببریم، تو برای ما چی هنر داری؟ محمود فکر کرد و گفت: اینها همه به کار می آیند، ولی کار من از این همه مهمتر است. هنرهای شما تا وقتی به درد می خورد که گرفتار نشده باشید، ولی وقتی به دست پاسبان یا صاحب خانه گرفتار بشوید، دیگر هیچ یکی از این توانایی ها به دردتان نمی خورد. هنری که من دارم خیلی عجیب است. خاصیت من در ریشم است که آزادی بخش و نجات دهنده است. اگر گناهکاری در دست پاسبان و جلاد هم گرفتار باشد، من ریش خود را بجنبانم فوراً آزاد می شود. دزدها گفتند: آفرین، هنری تو از همه ما بیشتر است. آفرین به این ریش، حقا که پیشوای ما و رئیس ما تو هستی. ما حاضریم سهم تو را از همه بیشتر بدهیم و با خیال راحت به کارمان برسیم. زود برویم، دیگر حرف زدن لازم نیست. همین که کمی رفتند، یک سگ از پیششان فرار کرد و پارس کرد. دزد صاحب گوشهای عجیب گفت: سگ میگوید مردی بزرگ همراه شماست. دیگری گفت: بله،
مقصودش همین رفیق تازه است که ریشش نجات بخش است. بعد به دیواری کوتاهی رسیدند. یکی گفت بالا رفتن از این دیوار خیلی آسان است. صاحب بینی عجیب خاک آن را بو کرد و گفت فایده ندارد. دیوار خانه یک پیرزنی فقیر است. بعد به دیواری بلندی رسیدند که از پشت آن درختها پیدا بود. دزدی صاحب پنجه کمند را بر سر دیوار محکم کرد و از آن بالا رفتند و وارد باغ شدند. نزدیک ساختمان صاحب بینی عجیب خاک رو بوی کرد و گفت خوب جای آمدیم. اینجا بوی خزانه جواهر می دهد. بعد در محل تاریک و امنی دزد صاحب بازو زمین را کند و از زیر دیوار به خزینه رسیدند. هرچی می توانستند از طلا، نقره، جواهر و چیزهای قیمتی برداشتند و بی صدا از آن باغ گذشتند و همه را زیر خاک پنهان کردند و چون نزدیک صبح شده بود گفتند حالا یکی یکی برویم و فردا شب بیاییم سری فرصت آنها را تقسیم کنیم. قرار شد تا شب بعدی یکی از آنها به صورت گدا در نزدیکی خرابه بماند. به محمود هم گفتند تا اینجا کارمان به خیر گذشت. تو هم فردا شب بیا همینجا سهمت را بگیر. سلطان محمود هم پس از اینکه جا و مکانشان و اسرار کارشان را یاد گرفت از آنها جدا شد و به قصر خود برگشت. فردا صبح چند مأمور فرستادند و اموال خزینه را ضبط کردند و دزدان را دستگیر کردند و دست بسته به دیوان عدالت آوردند. دزدها ترسان و لرزان در صف گناهکاران ایستاده بودند. قاضی به نوبت گناه آنها را شرح داد و گفت مردم از دست این دزدان آسایش ندارند. حالا برای عبرت دیگران دستور می دهم به حساب اینها برسند. جلاد را خبر کنید. هنوز جلاد نیامده بود که سلطان محمود با لباسی رسمی به جایگاه خود وارد شد. در این وقت دزد صاحب چشم عجیب به یاران خود اشاره کرد و گفت آن کسی که دیشب با ما همراه شد و ریشش خیلی خاصیت داشت همین سلطان محمود است. دزد صاحب گوش عجیب هم گفت سگی هم که دیشب صدا کرده گفت مرد بزرگ همراه شماست همین را گفته است. من حالا میفهمم که مقصودش همین بوده است. در این وقت جلاد هم حاضر شد. قاضی از دزدها پرسید آیا به گناه خود اعتراف میکنید؟ دزدها گفتند بله بله اقرار میکنیم، ولی اگر میخواهید عدالت اجرا شود باید همه ما را با هم مجازات کنید. دیشب 6 نفر با هم بودیم که خزینه را دزدیدیم و حالا 5 نفریم. قاضی گفت آن یکی دیگر را هم معرفی کنید. گفتند کمی صبر کنید، ما هر یکی هنری داشتیم و همه هنری خود را نشان دادیم و منتظر یک خاصیت دیگر هستیم. کسی هم هست که می تواند ما را نجات بدهد. قاضی گفت به هر حال من لاچارم و جلاد دستور مجازات بدهم. بجز پادشاه هیچ کس نمی تواند فرمانی عفو بدهد. سلطان محمود لبخندی بر لب داشت و همه منتظر ایستاده بودند و دوستها جرأت نداشتند رازی را که می دانستند به زبان بیاورند. آخر یکی از آن 5 نفر این شعر را به صدای بلند خواند. ما همه کردیم کاری خویش را، ای بزرگ آخر بجنبان ریش را. سلطان محمود از این حرف خندش گرفت و دستور داد چون بار اول است این گناه را کردند و اموال دزدی هم پس گرفته شده، آنها را عفو کنند و آنها هم از دزدی توبه کنند. بعد دستور داد
هر یکی را برابر هنری که داشتند به کار بگمارند و به آنها گفت: یک بار وعده بخشش دادم و بخشیدم. بعد از این برای هر گناه مجازاتی هست. بچه های عزیز، این بود داستان امروز ما. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار. خداحافظ.